ولی واقعی قضیه این است که اگر این بنی صدر مثل بقیه بود هیچ کدوم زحمت این مولسازی بود رو به خود نمی‌دادن. اونها میگن نکنه که این تیپ آدم ها تو جامعه الگو بشون، تکثیر بشون. پس باید اینها رو خراب کرد تا تکثیر نشن. ولی در این حال اعتراف میکنم به این که اینها این کارها ازشون ساخته است. اعتراف میکنم به اهمیت الگو. شما هیچ هرگز تا حالا شنیدید یک دسته سیاسی، یک شخص سیاسی، یک نویسنده، نمیگم کتاب‌های نوشته من، یک صفحه از نوشته‌های من مورد ارزیابی قرار داده باشه، انتقاد کرده باشه. انتقاد علمی ها، خوش وضعیت بوده. انتقاد علمی. شما خوندید جایی؟ شنیدید؟ و این همه اینا میرم زن حقوق بشر نوشتن. این همه تو ایران منبر میرن دیگه، همه چی دستشونه. که بیان به اون جا بگن آقا این اگه ایشون نوشته کدومش با قرآن میکنه. هرگز شنیدید شما خبر من نشید. اما به شخص بنی صدر چه برسونه؟ آخه بده فرض کنیم بنی صدر خود ستا هست. بنی صدر قرار بود که عیب نداشته باشه. به مرضی داره خودشون میسوزه. کی من گفتم که من خالی از عیبم؟ کجا گفتم من خالی؟ یکی دوز، یکی هیزه، ما که اون عبارت که الحمدلله نداره. والا اونا رو شما میبخشید. الان این آقایانی که بر شما بر این کشور بیچاره حکومت میکنن بدترین عبارت دارن. حالا فرض کنیم که ما به تازه ستایش در علم نامطلوب نیست، خصوص وقتی یک جامعه عقب مانده هم هست. هر کس در علمه این حق داره، نه تنها من به اون میگم وظیفه داره که خودشو بستایه به علم. برای اینکه خدا او رو ستوده در قرآن به تا این جامعه به ارزش بده به علم، بره دنبال علم رشد کنه. حالا شما میگید این خودستایی قبول کرده. کی من گفته بودم بیایید بیچاره شما جرأت ندارید. من اون خیانت به امید داشتم، تمام اشتباهات رو آوردم رو کاغذ برای اینکه فکرم این بود که نسل بعدی این اشتباهات نکنه. و فکرم این نبود که جامعه بگه من معصوم از خطا بودم. نه، ممکنه فردا جامعه بگه آقا چون اینایی که خودت گرفتی اعتراف کردی به این اشتباهات، من دیگه به تو اعتماد نمی‌کنم. میگم چه بهتر، خدا به ذاتم آوردی. راحت شده. حالا تو چطور اون همه رو ریال کردی فقط به این معنی بنی صدر چسبیدی؟ پس یه مرضی داری. اون مرض اینه، نه به بنی صدر طرفی، از الگو میترسید شد. این خواستم این مسئله رو برای شما روشن کنم. و تو این خارجه حالا هر کس به اندازه خودش اینا هست. حالا تو همین فرانسه یک آدمی است به اسم آقای سلامتی، خیلی ایرانی های دیگه هم هست، میدوه با استعداد کار میکنه، به همون مقدار که میدوه فوش میکنه، چون بقیه نمیکنن و نمیخواهند که توجه عمومی به الگوها جلب بشود. یه عده‌ای مرض خراب کردن الگو دارن که این ملت بیچاره مثل همین آخوندهایی که الگوی مصدق دارن خراب میکنن، نخیال کنی با شخص مصدق طرفن، نمیخواهند چنین الگوهایی در جامعه به اصطلاح قابل پیروی کردن بشن. اول کار خودشون رو گذاشتن خراب کردن مصدق. حتی مصدق با شما چیکار داره؟ زنده هم که نیست که ممکنه فردا بیاد دعوی ریاست جمهوری بکنه و خودش داوطلب بکنه. الا میخوایم اون الگو رو خراب بکنیم. بدتر از اون دوره پهلوی هزار یک عیب شرعی و عرفی براش میتراشه. دست سریا رو بوسید و اونجا چی کرد. حالا دیگه از همه چی معیوز به پیسی افتادم، اون بدبخت دو زندان کردم، شکنجه و داغ درفت دادم بهش. کیانوری رو آوردن به عنوان خاطر نویسی که بعد این مصدق امید بسته بود به امریکا و از اون موجود ضعیف امریکایی. شما این مصدق واقعا اینها مسئله با شخص مصدق دارن؟ نه.
واقعا این مسئله در پاریس عنوان شد. این یزدی، ابراهیم یزدی، آقای دکتر یزدی یک روزی به آقای خمینی گفت شما خوبه که اسمی هم از مصدق گفت نخیر نمیشه. من یه دفعه همینجور براق شدم بهش گفتم چطور نمیشه آقا شما از مصدق اسم نبرید از کی میخواید ببرید؟ این جوانهایی که تو ایران بار بیان اگر الگوشون اون نباشه خواهد شد این خواهد میخواد که نسل جدید الگوشون میشه یه مش خواهن، چون دیگه انتخابی که نیست. جامعه باید بره یا اون خط بره بگه که این بیچاره یه عمر که خدمت کرد دوره رضاخان زندان رو تا کار به اون خودکشی رسید در زندان بیرجند. بعد از پسر رضاخان هم در احمدآباد، حالا هم که در به نام اسلام هم که باید کتک بخوره. تو کی دنبال این خط میره؟ و اگر نرفتن جوان ها به این خط، ایران محروم میشه از مردانی مثل اون. شب در بعد از نماز به اصطلاح مغرب و عشا اسم برد از مصدق. البته وقتی رسیدیم تهران یادتون هست که اسلام سیری زد تا اون مردم رفتن احمدآباد و فلان. روزی هم که همین 14 اسفند کذایی قائل کتاب نداشتن قائل 14 اسفند پسرش آمد پیشمان گفت آقا میدونی که چقدر حساسیت دارم؟ گفتم همونقدر ایشون حساسیت دارم، دو چندان من حساسیت دارم. مسئله پس برمیگرده به الگوها. هیچ چیز به اندازه الگو مؤثر نیست. یک الگو بر یک خطی جامعه رو این رو میکنه، جامعه رو اون رو میکنه. چنان که همون تو آخوزه رحمالله نگفت که نمیشه گفت چون حسنش هم بگو همین آقای خمینی چون خارج بقیه عمل کرد یه الگویی شد توانست تحولی رو در جامعه ایجاد کنه. پس جواب شما این است که اول تبلیغ بهت ولی بهترین تبلیغ خود شما امام خط جدید بشوید. انشاءالله زود جامعه میفهمه که از کدام همین الان هم تو ایران این تحولی که در ذهنیت جامعه ایرانی ملاحظه می شود به لحاظ این که در این جو سیاسی خودش نگاه میکنه الگوها رو هم میسنجه. حالا ما رو اونجور که اون آقایان میگفتن نبیده خیر الموجودی مثل که میبینه. پس میگه که این آدم ها الان در ایران آلترناتیو معتبر مقبول جامعه طرفداران آزادی و استقلال هم. تمام شد اون دوره‌ای که بعد و بدتر و بدتر اون همونه که اون واشنگتن پست هم نوشته مردم اگر قرار باشه انتخاب کنن بین آقای رجبی و آقای رفسنجانی 99% میگن رفسنجانی. اما این انتخاب تمام شده. مسئله اینجاست که باید تلاش کرد و جامعه رو متقاعد کرد که دروغی قرنها کردن تو ذهن تو که گویا بد و بدتر دو چیز جدا از همان و انتخاب بین بد و بدتر وجود داره. دروغ بدتر زاده بد است و به محضی که شما بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردی بدتر رو انتخاب کردی. برو دنبال خوب خودتو محروم نکن از خوب مفت